روز پنجشنبه قصر سفید اعلام کرد که در دوره رئیس جمهوری باراک اوباما شماره محبوسان زندان آمریکا در گوانتانامو از 242 تا 93 نفر کاهش یافته است. سخنگوی قصر سفید جوش ارنست در صحبت با خبرنگاران این را قدم مهم برای بستن زندان گوانتانامو عنوان کرد. ارنست گفت قرار انتقال 34 محبوس دیگر از طرف شورای ناظر تصدیق شده است. به قول ارنست حالا جستجوی مکان مناسب برای انتقال آنها جریان دارد. در زندان آمریکا واقع در کوبا بعد سال 2001 و در عهد جورج بوش 11 شهروند تاجیکستان نیز نگهداری می شدند که زمان جنگ با طالبان در افغانستان بازداشت شدند. 10 نفر آنها در سالهای مختلف از زندان آزاد شده و اکثر آنها بعد انتقال به تاجیکستان با اتهام عبور مرز و شرکت در گروه‌های مسلح دوباره زندانی شدند. حالا در گوانتانامو عمر عبداللهیف آخرین زندانی تاجیک باقی مانده است که گفته است نمی‌خواهد به تاجیکستان برگردد. او خوف دارد که در وطن از نو حبس می شود. سال گذشته دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان سازمان امنیت و همکاری اروپا آمریکا را برای به تاجیکستان فرستادن چندی از بندیان سابق گوانتانامو تنقید کرد. در این گزارش گفته می شود که بعد انتقال به تاجیکستان دادگاه حداقل 3 بندی سابق گوانتانامو را به مهلت‌های طولانی از آزادی محروم کرد.